انرژی و نشاط کار این دولت یک امر برجسته است. الحمدلله از سال اول شما همینجور حرکت کردید. الانم با اینکه 3 سال گذشته از عمر این دولت، انسان احساس میکنه که تحرک و نشاط و فعالیت و اقدام در این دولت محسوسه، یعنی کاهش پیدا نکرده، افت پیدا نکرده. این خیلی چیز با ارزشی است. در خدمت به مردم جدیت وجود داره. اجازه پرتاب ماهواره ملی عمومی را صادر می‌نمایم و به مناسبت شعارهای ملت ایران در دهه فجر 57 شعار الله اکبر را سرآغاز این حرکت نوین قرار می‌دهم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امروز جامعه بشری با نوعی از نژاد پرستی مواجه است که زشتی ناشی از آن حیثیت انسان را در آغاز هزاره سوم به طور کلی مخدوش کرده و جامعه جهانی را شرمنده ساخته است. صهیونیسم جهانی مظهر تمام عیار نژاد پرستی است که با توسل دروغین به دین کوشیده است تا با سوء استفاده از عواطف دینی برخی از افراد بی اطلاع چهره زشت خود را پنهان کند. فرصتی که برای من فراهم شد تا به نیویورک برم و با رئیس جمهور احمدی نژاد چهره به چهره و حضوری دیدار کنم یک تجربه منحصر به فرد بود. در اون دیدار من احساس کردم اون مردی است دارای روحانیتی ژرف. اون یک متفکره. وقتی به سوالی پاسخ میده جواب اون بر مبنای تجربیات شخصی خود اونه و همینطور متکی به زمینه‌ای وسیع از مطالعه و پژوهش و تحقیقات شخصی وی که هوش عمیق اونو منعکس میکنه. این خیلی برام غافلگیر کننده بود. آخه اون فقط چند سال از من بزرگتره، اما در اونجا احساس کردم در حضور شخصی قرار دارم که روح بسیار سال خورده ای داره. در آمریکا مثالی داریم که میگن فلانی دارای روحی سال خورده است، یعنی اون دارای پس‌زمینه بزرگ از دانش و خردیه به مراتب بیش از تمام سالهای عمرش.